هر موقع گلو درد دارم یا سرما میخورم فقط گل بهارت جمع میکنم، گل بابونه، گل گازوان و همه، حتی پنجیسی ها هم میریزم توش. اصلا شربت و اینا نمیخورم، فقط از این میخورم و خوب میشه. از شربت و همه چیز این دارو خیلی خاصه. ببخشید یه کت فارسی یک کردی خواهم نوشتم کنجه تو گل گازوان و پنیرک و 2 تا گل گازوان قشنگ ورد بابونه تلخ. اصلا سرما بخواه یا هرچی ورجر ناشتا یه لیوان ورجر، نهار یه لیوان ورجر، شام یه لیوان. خیلی ده شربت خوبتر و خاص ده که سرما بخواه هم مثلا گلو درد داشتی هم لاغرش هم که خیلی واقعا لاغر کننده است. این بهترین شربته.